حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید که 4 نفری هستند که توان جبران خوبی آنان را ندارم، ولیکن در عالم اسباب رب کریم آدرس اون بنده را برایش در عالم معنا میدهد، برو در دلش میاندازد. این اجر پاداش بی نهایت عظیم هست، اجر پاداش بسیار بزرگ است. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المرسلين وقائد المجاهدين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله واصحابه اجمعین. دوستان نهایت معزز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و تعالی و برکاته. دوستان عزیز، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید که 4 نفری هستند که توان جبران خوبی آنان را ندارم. قطعا توان جبران خوبی آنان را ندارم که چگونه من خوبی از اونها را من ادا بکنم و خوبی از اونها را من بجا بیاورم. اول کسی که با من سلام بدهد، یعنی اول کسی که من با او روبرو شوم، با او مقابل شوم و او با من سلام بدهد، بدون شک که ما اولین مرحله با کسی که ما سر میخوریم روبرو میشویم، اگر ما سلام میدهیم و اون سلام میدهد. حتی در احادیث در باب سلام دادن هم میآید که نبی مکرم علیه السلام میفرماید کسی که اولتر با برادر مسلمانش روبرو میشود سلام میدهد، در قلب از او، در وجود از او ریا نیست، تکبر نیست، خودخواهی نیست. چرا؟ وقتی که ما میخواهیم که با برادر مسلمانمان سلام بدهیم، ایجاد محبت میکند، ایجاد دوستی میکند. جانب مقابل از ما این را میآموزد که از طرف ما به امن و امنیت و امان هست، هیچ نوع از ضرر برای از او تصور نمی شود که ما به او سلام بدهیم. بناهن حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمود که اول کسی که او به من سلام بدهد. یک. دوم کسی که در مجلس برای من جا باز بکند. مثلا ما با شما در یک مهمانی میریم، ما و شما به یک عروسی میریم، ما و شما به یک ختم میریم، ما و شما به یک مجلس میریم. در اون مجلس دوستان و عزیزانمان هستند، ولیکن او کسی که برای من جا باز بکند، جا ضیق است، مشکل است، یعنی نفر برای من جا میدهد بیا ایجا بشی. در امیج جا باز کردن و نشستن که ما او جا باز میکند برای ما بنشینیم، حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما میفرماید که اون کسی که برای من جا باز میکند، من هیچگاه توان جبران خوبی از این شخص من ندارم. این دوم کس. سوم کسی که برای من حاجت مشکل پیش می شود و این شخص به خاطر برآورده شدن حاجت من برای من حرکت بکند، امرای من برود و پاهای از این غبار آلود شود، این خسته شود، گرد و غبار بر سر و تن و پای از این بنشیند، هیچگاه من نمیتوانم که جبران خوبی های از این من انجام بدهم. ببینیم چقدر یک عمل بزرگه، چقدر پاداش بزرگه که ما این انجام میدهیم. بعدا سکوت میکند. بعد از اینکه سکوت را اختیار میکند، به او گفته میشود، کسی از او سوال میکند. از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه پرسان میکند که شخص چهارمی کی است؟ این شخص چهارمی کی است که اینقدر ای اجر داره، ای پاداش داره، 4 شخص 3 شخص گفتی، شخص چهارم کی است؟ بعد اینکه سکوت کرد، بعد از یک سکوت برایش میگه که شخص چهارمی را جز ذات ذوالجلال
خدای واحد لا شریک کسی دیگر پاداش او را نمیدهد، پاداش او را پورا کردن نمیتواند. آنقدر این پاداش بزرگ دارد. اون شخص کسی است که این شخص در شب اندیشه میکند، تفکر میکند و فکر میکند که حاجت و ضرورت مشکلی که برش پیش آمده، ضرورت و مشکل حاجت برش پیش آمده و این شب در اندیشه است، در فکر است که فردای کی این مشکل مرا حل بکند و این شخص مرا شایسته حل همین مشکل خود میداند که من فردا پیش فلانه برادرم برم و این مشکل مرا چی میکنه؟ مشکل مرا امی حل میکنه. یعنی در فکر و در ذهن از این رب کریم ایرم می اندازه که تو پیش فلانه برادر مسلمانت برو، بدون شک در عالم معنا، در عالم حقیقت، در عالم بالای ما فوق اسباب حلال مشکلات رب کریم است. رب کریم است، خداوند واحد لا شریک است که حلال مشکلات است، مشکل ما را حل میکنه. ولیکن در عالم اسباب رب کریم آدرس اون بنده را برایش در عالم معنا میدهد، برو، در دلش میاندازد، القا میکند که برو تو به نزد فلانه شخص این مشکلات را حل میکن. که بعد از اندیشه و تفکر و فکر کردن این شایسته همی حل مشکل خودش مرا میدانه و این فردا به نزد من می آید. بدون شک دوستان عزیز، اگر مردم ما را شایسته از این دانست که ما مشکل از این حل میکنیم، دست از این ما میگیریم، تا اون ساحه مشکلات ما با این میرویم، میان جیگری میکنیم، مشوره خوب برایش میدهیم، دستش را میگیریم، به اندازه وسع توانمان میریم که مشکل برادر مسلمانمان حل شود. در این حالت رب کریم برطرف میسازد مشکل از این برادر مسلمانمان را به دستمان، اندوه و رنج از این پروردگار به دستمان دور میسازد. این اجر پاداش بینهایت عظیم هست، اجر پاداش بسیار بزرگ است که یک برادرمان مظلوم واقع شود، یک برادرمان در مشکل گرفتار شود، با قطع نظر که کی هست، از کدام قوم است، از کدام سمت و سو هست. اگر ما بریم حاجت از این برادر مسلمانمان را، مشکل از این برادر مسلمانمان را اگر ما حل بکنیم، در این حالت حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما می فرماید که توان جبران خوبی آنان را قطعا من ندارم. اول کسی که به ما سلام بدهد، دوم کسی که برای ما در یک مجلس جا را باز بکند، سوم کسی که به خاطر حل حاجت و مشکل ما پای از او پاهایش غبار آلود شود، چهارم کسی که در شب فکر و اندیشه بکند و ما را شایسته حل اون مشکلش در عالم اسباب بداند. بدون شک حضرت عبدالله ابن عباس میگه که توان جبران خوبی آنان را ندارم. رب کریم ما و شما را توان عزیر نصیب بگرداند که جز خیرخواهی و خیر اندیشی چیز دیگر در فکر ما نباشد. خیر ما هم برای خود ما و هم برای خانواده ما و هم برای دیگر مسلمانان و انسانیت ما بتانیم که خوبی بیشتر بکنیم. موفق و کامیاب باشین. السلام علیکم و رحمت الله.